یک زن در خانه کاری 10 تا مرد رو باور کنید انجام میده. ولی ما متاسفانه گاه وقتی بی‌انصافی میکنیم، قدرشان نمیفهم. شما مثلا ذکر کنید خانم آشپزی میکنه در خانه، کار یک آشپز، خانه رو نظافت میکنه، کار یک نظافتچی، کالا رو میشویه، کار یک ماشینی کالاشویی، اتو میکنه، آماده میکنه و کودکا رو نگاه میکنه در خانه، کار یک کودکستان است و 10 بار از مال و آبروی خانه دفاع میکنه، کار یک نگهبان است. شما اگر قرار باشه به هر کدام از اینا 10,000 افغانی معاش بدین، بعد یه خانم در داخل خانه ماهانه 1 لک روپیه 1 لک روپیه بعد معاش داده جان ما مبره 1 لک. حالا او قضیه مسئله عواطف انسانی و مسئله جنسی و مسئله روابطی او سر جایش باشه، ولی بعضی عزیزای ما رو میبینیم که بالاخره به بهانه سیگار و نسوار و نمیفهم فلان و عمل دارم چیک میزنه، فریاد میزنه و خانمی که صبح تاشون پشت تندور نشسته در اطراف همه این شهر نگاه نکنیم که کسی کلی امکانات داره. ما در افغانستان چند فیصد نفوذ افغانستان از امکانات بالا برخورداره؟ خیلی افراد محدودن. اکثریت مردم ما و بسیار به سختی زندگی میکنن، بنابراین باید در داخل خانه جنجال و دعوا. خب تو روزه داشتی، او هم روزه داشته. خب کدام چی نیست که بگی نه والله من روزه داشتم، خوبم روزه داشتم. تا چی برسد که تو بیای داخل خانه و خانم بیچاره ای که از صبح تا به شام، والله استاد عزیز در ماه مبارک رمضان این نکته را اضافه کنم که اجر و پاداش خانم ها به مراتب بیشتر از مرد است. چون سحری تهیه میکنه، چقدر اجر است در سحری، افطاری تهیه میکنه، چقدر اجر است در افطاری، تفلکایش رسیدگی میکنه، چقدر اجر است، و دیگه خدماتی که در خانه را یک زن در خانه کاری 10 تا مرد رو باور کنید انجام میده.